چرا هنوز حال ما خوب نشده؟ مگه جنگ تموم نشده؟ ما آدما وقتی که در معرض استرس مستمر قرار میگیریم دوچار یه پدیده‌ای میشیم به اسم فرسودگی روانی. ما همینجور که علائم جسمانی رو میتونیم تجربه بکنیم، یه سری علائم روانشناختی هم در ما ایجاد میشه. مثل چی؟ مثل یک اضطراب مستمری که اصلا نمیدونیم منشأش چیه. مثل احساس غم و احساس کرختی و احساس اینکه از تو تخت خوابم نمیخوام بیام بیرون، که شبیه به علائم افسردگی هستش. اون چه که ما این روزها داریم تجربهش میکنیم این موقعیت روانی شکننده است که در اصطلاح روانشناسی بهش میگن فرسودگی. سلام. بیشترین سوالی که این روزا باش روبرو هستیم اینه که چرا هنوز حال ما خوب نشده؟ مگه جنگ تموم نشده؟ مگه اون فشار روانی الان دیگه نباید از روی دوش ما برداشته بشه؟ نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که ما آدما وقتی که در معرض استرس مستمر قرار میگیریم، وقتی که یه فشار روانی بزرگی، اونم در زمان طولانی، شاید شما بگید 12 روز خیلی زمان طولانی نیست، ولی برای استرسور خیلی زمان زیادیه. استرسور معمولا 1 دقیقه است، 2 دقیقه است. مثلا فرض بکنید در یک تصادف ما 1 دقیقه یا 2 دقیقه درگیر استرس هستیم، ولی در موقعیتی مثل جنگ ما 12 روز زیر استرس سنگین بودیم. وقتی در یک همچین استرس طولانی قرار میگیریم دوچار یه پدیده‌ای میشیم به اسم فرسودگی روانی. فرسودگی روانی که ما الان داریم تجربهش میکنیم یه چیزیه شبیه این که شما ماشینتون رو در زمان طولانی در حالت توربو قرار بدید، بذارید با قدرت تمام کار بکنه. بعد از اینکه این ماشین رو خاموشش میکنین، اتفاقی که میفته اینه که فشار خیلی زیادی به موتورش اومده و حالا یک زمان قابل توجهی رو نیاز داره که حالا خنک بشه یا خودش رو بازسازی بکنه. همکاری که باباهامون سر کولر میکنن که میگن آقا اینو طولانی مدت روشنش بذارید خراب میشه و دیگه در واقع بهش فشار زیادی میاد. یه همچین پدیده‌ای رو امروز ما داریم در روانمون تجربه میکنیم. ما یه سری مکانیزم ها داریم که ما رو تا یه مدتی سر پا نگه میدارن. بعضی از مکانیزم ها هستن که فقط 2-3 دقیقه میتونن که یک همچین کاری رو بکنن. اونا حتی حواس ما رو قوی تر میکنن، زور ما رو بیشتر میکنن. مثلا دیدین تو بعضی از فیلم ها یا بعضی از مستندها درست میکنن که یه آدم ضعیفی میتونه یه ماشینی رو از جاش تکون بده در حالتی که مثلا بچهش زیرش گیر کرده و استرس زیادی رو تجربه کنه. این برانگیختگی مثلا 2-3 دقیقه میتونه در ما وجود داشته باشه. یه نوع دیگه ای از برانگیختگی داریم ما که بین 1 هفته تا 2 هفته میتونه در ما دووم بیاره. ما رو میبره در یک اوجی نگه میداره و بعد شروع میکنیم دوباره برگشتن، انرژیمون کم شدن و یه علائمی رو اون وقت از خودمون بروز میدیم. بعضی از علائممون شبیه سرماخوردگیه، یه حالت خستگی، کرختی، بی‌حوصلگی. حتی واقعا ممکنه که علائم سرماخوردگی شبیه تب رو هم تجربه بکنیم، چون در واقع سیستم دفاعی بدن هستش که ضعیف میشه و با ضعیف شدن سیستم دفاعی بدن اگر که ویروسی، باکتری، میکروبی چیزی باشه در بدن ممکنه که فعالیت داشته باشه، یعنی احتمال مریض شدن ما رو هم بیشتر میکنه. ولی غیر از اونها همینجور که علائم جسمانی رو میتونیم تجربه بکنیم، یه سری علائم روانشناختی هم در ما ایجاد میشه. مثل چی؟ مثل یک اضطراب مستمری که اصلا نمیدونیم منشأش چیه، که حالا بعداً براتون راجع بهش مفصل تر صحبت میکنم. مثل احساس غم و احساس کرختی و احساس اینکه از تو تخت خوابم نمیخوام بیام بیرون، که شبیه به علائم افسردگی هستش. این میتونه همراه با یک کندی روانی حرکتی ما بهش میگیم، یعنی نمیتونیم اون کارا رو با اون دقتی که قبلا انجام میدادیم انجامش بدیم. میتونه همراه با همچین چیزی باشه، میتونه همراه با بی‌لذتی باشه، از چیزهایی که قبلا لذت میبردیم. حتی یه بستنی ساده که میرفتیم میگرفتیم میخوردیمش، حال ما رو خوب میکرد، دیگه الان لذت نمیبریم. از اینکه بشینیم دور هم یه چایی بخوریم با هم دیگه، یه گپی بزنیم، دیگه لذت نمیبریم. اینا رو همه رو بچینیدشون کنار همدیگه، در کنار این که ما عصبی‌تر، حساس‌تر
و آماده این هستیم که یه بشکن زده بشه بپریم از جامون هوا. خب اینا همشون ترکیبشون ما رو در یک موقعیت روانی شکننده قرار میده. اون چه که ما این روزها داریم تجربهش میکنیم این موقعیت روانی شکننده است که در اصطلاح روانشناسی بهش میگن فرسودگی. خب با به اصطلاح برناوت هم باهاش تو انگلیسی ازش استفاده میکنن. حالا ممکن است که این تبدیل به یک اختلال هم شده باشه. یک اختلالی داریم ما که احتمالاً بعداً راجعش بیشتر براتون صحبت خواهم کرد به اسم acute stress disorder یا اختلال استرس حاد که این علائمی شبیه اختلال استرس پس از سانحه داره، گسترده تره، ما رو از کار و زندگی میندازه، تقریبا دیگه نمیتونیم سر کارمون بریم، مرتب خاطرات میاد برامون بالا، مرتب صداهایی رو ممکنه حتی بشنویم، ممکنه اصلا قطع ارتباط پیدا بکنیم با واقعیت و همه اینا رو در کنار هم دیگه وقتی که داریم اینجا دیگه به نظر میرسه که لازم هستش یک مداخله روانشناختی یا روانپزشکی هم داشته باشیم. پس ما الان 2 موقعیت ممکنه که تجربه بکنیم اگر که حالمون بده. حالا بعضی ما هستن که بگم من مثلا هیچ استرسی ندارم، حالم هم خوبه، علاوه جسمی هم خوبه. اینا البته خودشون 2 دستن. دسته‌ای که دارن انکار میکنن بعضی از علائمی که دارن، دسته‌ای که واقعا در مقابل استرس مقاوم‌ترن و خیلی تجربه خاصی رو واقعا نداشتن که بخواد اذیتشون بکنه. ولی در مورد کسانی که علائمی دارن از جنس این چیزهایی که من براتون صحبت کردم، یه عده‌ای هستن که خب دچار اون فرسودگیه شدن و با این تمرین هایی که حالا با هم راجع به صحبت خواهیم کرد و یه کمی نظم دادن به زندگیمون، یه کم معاشرت بیشتر، یه کمی تمرین های بهزیستی روانشناختی میتونن که خودشون رو برگردونن به حالت عادی. و یه عده‌ای که دچار اختلالی شدن به اسم در واقع اختلال استرس حاد و این افراد نیاز دارن که حتما کمک روانشناسی و روانپزشکی حتی داشته باشن.